اصلی ساخت وطن افغانستان. قلک داریم برادر، قلک. سرمایه جمع کو بخو برادر، قلک داریم، قلک. پول جمع کنین، سرمایه با خود تا خری بخرین، اسب بخرین، چیز کنین، پول زمستون زغال بخرین. قلک داریم، قلک. دهنه با روزه یکی نمیخره به خیر خوشی خیر نبینیم. بعضا با کار دارین خب بیاین بخره، اصلیه. اینا تولید کوچی سرامانه برادر، قلک. بله امان. بحبه بچه اما جان تیر هستی. خوبی سلامت و خیر جان. سلامت یا مشاله. شکر زنده باشین. بیاد رو خونه هم؟ بله بفرمایید. برو جلوش. یا الله یا. بیا جلوش. بابا جان بچه همیم آماده. سلام علیکم. و علیکم. موجان خوبه خیریت جان، شما رو بخیریم، ساعت خوبه خیرتیف یا خوشحال هستین؟ خوب هستین؟ الحمدلله خوب هستین. با روزا رو بخیر تیر میکنیم ما. خدا دیگه گفتیم 10 دقیقه استراحت کنیم. خوب هستین؟ شکر خدا زنده باشین قربان شما. خوار مینا خوب بودم شکر سلام میرسونم برای شما. سلامت باشین. چی عجب که این طرف بود. به خدا همینطور امروز همینطور گفتم باشه خبر شما بگیریم، یک موضوع هم بود ماستون در رابطه با موضوع با شما صحبت کنم. نفهمیدم چی موضوع؟ در رابطه با همین خیشی که شما نو کرده ماما جان. بله این بچه بوده به خدا از شما خیشی کردیم. این چی رقم خیشی کردیم؟ شما اصلا چشما خوبات وا میکردیم. این بچه برای در بیجانشین رو تا شما گفتیم مرتکب به بر میشینه، گله بازی میکنه، خودی با چان آدم میره گله بازی میکنه، سیتی میندازه، نسوار ببخشیم سیگار میکشه. اشته شما خود از اینا مصلحت یعنی همین دوماد ما گله که بله همین گله که میگم به شما نسوار میندازه، همین سیتی چه میکنه که تر چیز میدازه سیتی میندازه، صاحب مهربان سیگار میکشه، روزه میخوره. حیف شما نکردید ماما جان که شما خود از اینا مصلحت کردین. یعنی شما مطمئنیم شما به چی شما بدیدیم همین گپا؟ ماما جان من که بعد شما رو وادار نیام که بعد شما رو ما اگه میتونم موضوع نبود چی ماستون میام با شما گپ بزنم. خود دختر ماما من هرچی نکنه دیگه دوست ندارم که آینده خراب شه. یاری راست بوده که آدم خیشی که میکنه مگر چشما رو کنه. من باور نمیکردم که این تا آدمی بوده باشه. ای خلاصه من خوب شما بگفتم ماما جان نظر یعنی تو مطمئنی من دلجم باشم؟ ما آدم به شما چی نیاز دارم که دروغ بگم؟ من همین چیزی بهم چشما سر خوب دیدم. رو تا باشم خودی به چان آدم میره اونجا گله بازی میکنه، صاحب مهربان به سر کوچه نشینی میکنه، سیگار میکشه، روزه خوری میکنه، سیتی میندازه. ها دیگه سیگار میکشه. مقصد ماما جان همین وظیفه بود که بیام گپ برای شما بگم. دیگه باز خود شما فهم، خود شما به نظر خود شما دیگه هر کاری که میکنیم او دست خود شمانه. خیر بینی کار خدمت به من دیگه نداریم. میگم افطار بسته. قربان شما ماما جان خیر بینی. خدا خوش آمدید. سلام برسون. خدا حافظ شما. فامیل سلام. چش. خدا حافظ. اشتباه کردم که دختر خود بچه باجه خود فاتح کردم. خیلی بابا یک فاتح دست بین خود ما بودی گپ بینیه. یک زنگ بزنم بریزی. سلام باجه جان، خوب امتیار هستیم، جان شما جوره؟ سلامت باشیم، زنده باشیم. شکر خیر خیریته. میگم باجه جان هم یک دفعه خودی بچه خود بخونیم و بیایم کار. نه گپی نیه، فقط یک دفعه بیایم هم یک مسئله ها. ای خیلی نه چیز زودتر بیایم بیتر میشه. تشکر. حتمی سلام میرسونم بچه ها. تشکر. خداحافظ شما. خداحافظ شما.
بیا آقا. سلام جان جان. سلام خوبی خیلی. بفرمایید بفرمایید. یا الله یا الله یا الله. باجه جان اشتنی فضل خدا شما خوبه خیریت میگید ما با عجله خواستیم. باجه جان خب بله. مسئله باجه داری به سر جا خود خب همین مسئله خیشیم و بچه شما رنگ نداره نمیشه. یعنی چی؟ نمیشه دیگه وقتی که میگم نمیشه دیگه. باشه شما میفهمید که چی میگین؟ به سر روش خواستین یا نه؟ نمیشه یعنی چی؟ چرا بابا؟ چی چره؟ ها؟ نمیبینی چی میگم؟ صبر کن. خیشیم و شما نمیشه. میگن خیشی شما نمیشه. میگم تو چی کار میکنی؟ من کار میکنم شاگردم. بله. میگم یک چیز دیگه به شما بگم. شما خبر دارین بچه شما چه کار میکنه؟ کار میکنه. مثل مرد داری نیه؟ مثل مردی کار میکنه روشیه میفریشم. سنگاپا و روشیه. یک چیز دیگه به شما بگم. آیا خبر داریم که به یه ایکر خو روزه میخوره، سیگار میکشه، سیتی میندازه، 1001 هم کار خلاف میکنه؟ همین گپا کی به شما گفته؟ شما بدیدیم چیشا خو؟ باشه نکنید کارا ما شما. تو همین کارا میکنی یا نمیکنی؟ چه کار میکنم؟ چیز میکنم؟ من کیسه میفروشم، سنگاپا میفروشم روشوه. من به گپا کار ندارم. تاشو میگم گله بزی میکنی، خود بچه شیرخوره میری بزی میکنی. حال کن نام خدا کته شدم، من نزبادار شدم، حال گله بزی میکنم. من وقتی چیلکی بودم من بزی میکردم، اندازه بچه شما بدم. اندازه بچه خاله خود بدم. عمل چی عمل داری بگو؟ هیچ عمله، عمل کار میکنه، زحمت میکشه، تلاش میکنه. هیچ عمل شکر بچه نداره. بابا میگم سیگار میکشه، سیتی میندازه، 1001 خلاف میکنه. من سیگار میکشم. مادر ما تشتندیر میکنن گاهی وقتی. همین تو چیز میشه سرم گانس میشه تا میچرخو. وای باشه جان این گپا قبول نکن. یعنی بچه شما تو مطمئنی هیچ عملی شکر هیچ عملی نداره. خدا چه داشته باشم. روزه به شما باشه. روزه میگیری؟ هر روز دارم. یعنی روزه خود نمیخوری تو؟ سحری هم نمیکنم من. بعض روزه 20 سر میگیره. میگه ما شکل لاغرتر شدم. این گپا 1 کیلو 6 سر کم اومدم من. میرون میمونم اصلا. بابا شوخی نکن. شما مطمئنی از این بچه خود؟ به خدا اگه سیگار بکشم، به خدا اگه روزه خود بخورم کاکا خوشم. به سر کوچه کمی که بعد نمیای که چی بگم، من بعد نمیای به سر کوچه ها نمیشینم. زنکا مردم تیر میشم مثل پیر و مادر منم. خلاص سره. یعنی میرون میمونم. کی گفته به شما؟ هر کس خواسته یک تفرقه بین ما شما بنازه. باز ما شما ابرو داریم، ما شما باجی منیم، بیگونه کنیم. دختر خاله خورستونده. با دختر خاله خور هم قطع خود خمایا. گردن هم بعد باشه هم قطع خود خمایا. این کپار نزنه خدا نکنه جماعت درس نکنه کسی نفهمه که بعد بین ما شما اول کاره. بابای لیامزی بخریدم. یعنی مطمئن باشم که توی جمال نداری؟ نه. کارکن از گپ بزن. برو چندم میگم باشه جان. دیشب شده 90 روپیه کار کردم 5 بالا. هم پس صبر کن. همین که ننگ نمیکنه بند تومون میفروشه. روشویه میفروشه، سنگاپا میفروشه. همین بابا ما روزه که خلاص شو با بند تومون میفروشه. بیاز دم ایده مردم رخت نوتیار میکنن احتیاج دارن بلیا. میگم کار ننگینی، هر کاری که بکنه به من گپ نیه. بیکاری ننگه. بله. مطمئن باشم که تو عملی نداری. بابا جان یا حتی شما کار گپ کار بزن، اگه کار کنه بیاد میام گفت بابا جان به همون به ما گفتم بیارو کیسه ملی کو گفتم اگه میری برو غمی نداره. من گفتم برفتم یک روز. خب زفت کردم. خلاص که چون گرم بوده بخار به سر زده. بخار زد. یعنی بچه‌م از هیچ کار ننگ نمیکنه. خود ما زحمت کشیدم. باز چه گپار میزنی؟ و خدا آدم ایران نمونه بگم تو شرایط سیک تو. حالا من چیکار کنم؟ همین گپ کی گفته به شما؟ کما دوست داشتم خود بشناسم. ایشته. بابا. ما که همین بچه خوب سالی علای. من کی میتی کارا میکنم؟ چی میگی شما؟ شما من خواستم من چی بگم؟ من بیام جواب شما بگم خدا بچه خم بیام بگم. با خدا اگه ایت کنه من نه بچه پالیش برم خوبه نه تو چه باشه؟
گریه نکن میگو گریه نکن چون روزه بدن اون باید واقعیت رو بگین. همین خوارزاده میبینم مادر همین موضوع او به من گفتن که خودی از اینا خیشی میکنی، نسوار مندازه، سیتی مندازه، سیگار میکشه، بیجانشینی میکنه، سرکوچی نشینی هست، کارم که اصلا یک روز میره به روز دیگه اون مرتکب دکون بیری میکنه. میگم باشم خوارزاده شما کنم خدا خوب هوشیاره، خوب خانومزاد داره. هدف از این گپ چی بده که خواسته باشه این معامله ما شما رو هم بزنه، این خیشی ما شما رو هم بزنه؟ چی هدف داشته؟ من نمیفهم چی هدف داشته. بشی من باید رو بگرد نمیدونم که تازی نپرسو. نه صبر کن خب با اجازه دیگه شما پس مقصد ما یک چیزی به چیشا خود نمیبینیم باور نکنه باشه ای اولا کار ما شما نه اگر قرار شما دیگه هر روز بونگیری کنیم این کار نمیشه دیگه. خب خداحافظ خوش آمدیم رانمایی کو خب حالی فهمیدم همین خوارزاده این وقتا خود به جون میبود که دختر قربته به خسور بریمه آلت به همین دزیایی که میکنه ای به همین واسطه میکنه میرون آخه از این قالقالک و از این که کسر به هم بندازیم آخه چی سود میبریم؟ آخه چرا ایت کارو میکنیم؟ آخه دو نفر به هم رشته بافتر کنیم نه که از هم جدا کنیم. میرونم کشته سود میبری تو از این خوارزاده ایت کار میکنه خدا. من خودتو کار دارم مرتضی. خب دیگه رو داری که من تحریم نگاه کنیم.